خب با سلام خدمت دوستان عزیز، جلسه 23 آموزش CSS رو شروع میکنم. جلسه امروز قراره که در مورد فیکس پوزیشنینگ صحبت کنیم و آخرین نوع پوزیشنینگی که قراره یاد بگیریم رو امروز ما یاد بگیریم. باید خدمتتون عرض کنم که فیکس پوزیشنینگ خیلی تشابه داره به ابسولوت پوزیشنینگ، ولی یک فرق خیلی اساسی هم با اون داره که اون رو متمایز از ابسولوت پوزیشنینگ میکنه. فیکس پوزیشنینگ هم بر اساس بالاترین یا چپترین یا پایینترین یا راستترین قسمت صفحه نمایش شما میتونه که موقعیت الیمنت ها رو براتون مشخص کنه و این تشابهی هستش که با ابسولوت پوزیشنینگ داره و دقیقاً مثل همدیگه میتونن از طریق این نقاط موقعیت ها رو مشخص کنن و الیمنت شما رو دقیقاً در جایی که میخواید در صفحه قرار بدید. ولی تنها و اصلی ترین فرق اون با ابسولوت پوزیشنینگ این هستش که هر وقت شما صفحتون رو سکرول میکنید و میایید پایین یا اینکه میرید بالای صفحتون و صفحتون رو جابجا میکنید، این موقعیت فیکس پوزیشنینگ همیشه ثابت هستش و نسبت به مرورگر کاملا فیکس میمونه و فیکس حالا به صورت ثابت نگه داشته میشه و تکون نمیخوره. و باید خدمتتون عرض کنم که کم کاربردترین پوزیشن هستش که فقط در موقع خاصی از این نوع پوزیشن ما استفاده میکنیم. خب بریم سر کار عملی. برای شروع من میخوام که ابتدا چند تا پاراگراف اضافه کنم که حالا در داخل اونها یه جمله قرار میدم، مثلا I love irSarzamin.com tutorials و اون رو حالا تمومش میکنم. این جمله رو به تعداد زیادی حالا من کپی پیست میکنم و حالا این اجرا کنیم تا ببینیم. همونطور که میبینید این صفحه ما هستش که حالا من رو در نمایشگر به اندازه شما. خب همونطوری که میبینید این صفحه ای هستش که ما الان رو تولید کردیم، یک صفحه خیلی ساده با تعداد زیادی پاراگراف که ما اینجا سکرول هم داریم و مجبوریم بیایم پایین صفحه تا اینکه همه محتوای صفحه رو ببینیم و یا بریم بالای صفحه تا اینکه قسمت بالای صفحه رو ببینیم. و حالا من میخوام که در این صفحه به شما نشون بدم که فیکس پوزیشنینگ چگونه عمل میکنه و چرا میگم که شبیه ابسولوت پوزیشنینگ هستش و چرا میگم که یک تفاوت اساسی داره و اون هم اینه که همیشه موقعیت اون فیکس میمونه در صفحه. حالا من برای اینکه بهتون نمایش بدم یک پاراگراف دیگه در ابتدای صفحه اضافه میکنم، آیدی اون رو برابر فیکست قرار میدم و اون رو میبندم و در داخلش یک جمله قرار میدم، مثلا my fixed paragraph و اون رو ذخیره میکنم. خب حالا من میرم تو قسمت استایل برنامه نویسیم و براش یک استایل می نویسم. برای آیدی فیکست قراره که ما این استایل رو بنویسیم. ابتدا بهش یک بوردر میدم تا خوب نمایش داده بشه. ضخامت بوردر رو 2 پیکسل قرار میدم. نوع بوردر رو سولید یا ساده قرار میدم و رنگش رو هم قرمز قرار میدم که قشنگ بتونید اون رو ببینید. و حالا من براش یک پوزیشن قرار میدم و پوزیشن اون رو در این جلسه میخوام که براتون فیکست قرار بدم، چون همچنان که میبینید امروز قرار که در مورد فیکس پوزیشنینگ صحبت کنیم. و خب حالا من میتونم که موقعیت اون رو نسبت به چپ، راست و یا بالا و پایین صفحه هم مشخص کنم
من امروز میخوام که از طریق راست این کار رو انجام بدم و موقعیت اون رو نسبت به راست‌ترین قسمت صفحه‌ام مثلا 60 پیکسل قرار میدم و نسبت به بالاترین قسمت صفحه هم دقیقا مثلا 50 پیکسل قرار میدم و خب این رایت و تاپ یعنی که ما میخوایم که موقعیت رو نسبت به گوشه بالا و سمت راست صفحه موقعیت این پاراگراف رو مشخص کنیم و حالا من استایلم رو میبندم و اجرا میکنم. همچنان که میبینید پاراگراف من اینجا قرار گرفت و حالا من تونستم که پاراگراف هم رو در این قسمت به صورت فیکس پوزیشن اون رو قرار بدم و شاید تا الان شما بگید که این دقیقاً همون کاری هستش که ابسولوت پوزیشنینگ هم میتونه برامون قرار بده و من میگم که شما راست میگید، شما میتونید از طریق ابسولوت پوزیشنینگ هم دقیقاً این کار رو انجام بدید. فرق عمده و اساسیش وقتی هستش که شما صفحتون رو سکرول میکنید و صفحتون میایید پایین صفحه و وقتی همچنان که میبینید وقتی که من میام پایین صفحه و میام بالای صفحه و این جملات همشون کم کم تموم میشن و محتوای پایین صفحه هم نمایش داده میشه، ولی این پاراگراف همچنان در اینجا به صورت کاملا فیکس قرار گرفته و نسبت به شاید بگیم که مرورگر دقیقا فیکس شده و پوزیشنش حتی با سکرول کردن هم عوض نمیشه، در حالی که اگر ابسولوت ما قرار میدادیم در این قسمت قرار میگیره، ولی وقتی ما کم کم سکرول میکردیم به پایین کم کم محو میشد و اون در بالا باقی میموند و این فرق فیکس پوزیشن با ابسولوت پوزیشنینگ هستش. کاربرد عمده این نوع پوزیشنینگ برای یک سری مسائل خیلی خاص و کم کاربرده. مثلا اگه شما بخواید که حالا یک مثال کاربردی اگه بگم، مثلا شما میخواید که یک پشتیبان آنلاین برای صفحات وبتون همیشه داشته باشید و مثلا مشترک وقتی وارد صفحات وب شما میشه همیشه اون پشتیبان آنلاین در یکی از گوشه های سایت نمایش داده بشه که هر وقت سوالی داشت و نیاز بود که به پشتیبان مراجعه کنه روی اون کلیک میکنه و مثلا پشتیبان از طریق اون پنجره باز میشه که بتونه به پشتیبانی وصل بشه. و یا مثلا برای به اشتراک گذاشتن و اینکه حالا یه دکمه رو ایجاد کنید که هر وقت شخصی از این مطلبی خوشش اومد همینجا مثلا روش کلیک کنه و اون رو به اشتراک بذاره. میتونه کاربرد داشته باشه ولی کاربرد خیلی زیادی نداره و جزو کم کاربردترین پوزیشن هستش. شما همچنین میتونید برای شیطونی هم از اون استفاده کنید. مثلا یک نقطه ای رو در یک قسمتی مثلا فیکس کنید و اون وقت اگه سکرول هم کنه طرف اون نقطه نمیره و همونجا باقی میمونه و فکر میکنه که یه لکه است که روی صفحه مانیتورشه. خب جلسه امروز منم به پایان میرسه. فقط یه نکته در مورد فکر کنم جلسه قبل مونده که من جلسه قبل یادم رفت بهتون بگم و اون هم در مورد ریلاتیو پوزیشنینگ هستش. ما در ریلاتیو پوزیشنینگ من یادم رفت که یک نکته ای رو به شما عرض کنم. بذارید من این پوزیشن رو برابر ریلاتیو قرار بدم و خب حالا اون رایت رو هم لفت کنم و این رو هم مثلا 160 پیکسل در نظر بگیرم. خب من اینو اجرا کنم. همچنان که میبینید این در ریلاتیو پوزیشنینگ بر اساس جایی که قرار بود در اونجا قرار بگیره موقعیت خودش رو مشخص میکرد و من این نکته رو بهتون گفته بودم. فقط نکته‌ای که من نگفته بودم اینه که
اون جایی که قرار بود این پاراگراف بر روی اون قرار بگیره، یعنی اینجا همچنان برای در ریلاتیو پوزیشنینگ برای صفحه رزرو میشه و برای این پاراگراف حالا رزرو شده و هیچ الیمنت دیگه ای نمیتونه در اینجا قرار بگیره. چون این قسمت رزرو شده، با وجود اینکه ما پوزیشن این قسمت رو حالا عوض کردیم و در یه جای دیگه قرار دادیم و خب این یه نکته خیلی کوچولو بود، ولی خب شاید بعضی اوقات ممکنه باعث دردسر بشه یا اینکه ممکنه مفید واقع بشه و لازم بود که من این نکته رو هم بگم. شما میتونید ویدیوهای با کیفیت رو از سایت irserzamin.com دانلود کنید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید و اگر وبلاگ یا وبسایتی دارید حتما وبسایت irserzamin.com رو لینک کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. خوشحال شدم. فعلا خدا نگهدار.